متاسفانه ما مشکل بسیار بزرگی را در خانواده ها داریم. رفت و آمد زنان بدون محرم و بی‌حجابی در بازارها و اماکن عمومی همچون نمایشگاه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها و اماکن دیگر. این یک معضل بزرگ است. زنان بدون مرد و بدون محرم در بازارها ترجمه. دوستان، این فرهنگ ما نیست. به چه راهی می‌روند این مردم؟ کجایند پدران غیرتمند مسلمان که جلوی این معضل‌ها را بگیرند؟ از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: دو گروه اهل جهنم هستند، گروهی که شلاق‌هایی دارند همچون دم گاو که با آن مردمان را میزنند، و گروهی دیگر زنانی که پوشیده هستند اما عریان هستند، زنانی که لباس دارند اما در واقع عریان هستند، که خود به طرف مردان نامحرم میل دارند و مردها را به طرف خود جذب میکنند. سرهای آنان مانند کوهان شتر است. اینها داخل بهشت نمیشوند. این نوع زنان هرگز داخل بهشت نمیشوند و حتی بوی بهشت به مشام زنان نمیرسد. زنانی که سرهایشان مانند کوهان شتر است. بی‌حجابی و بی‌بندوباری در این منطقه که مردان آن به غیرت مشهورند به وضعیت اسفناکی رسیده است. پس وظیفه علما، مسئولین، ریشسفیدان، جوانان، پدران جامعه این است که جلوی این بی‌حجابی و بی‌بندوباری را هر چه سریعتر بگیرند.